مثلا یه سوالی که از من میپرسن، میگن که گوگل ادسنس بهتره یا دراپ شیپینگ. من میتونم توی جواب بگم خب چون مثلا من خودم دارم روش گوگل ادسنس رو یاد میدم، بگم یک راست گوگل ادسنس. اما من میام با دلیل به شما میگم. دلیل من اینه که اول شما اگر سرمایه بیشتری داری، خب دراپ شیپینگ رو انجام بده. ولی اگر میخوای که کم سرمایه تر، کم ریسک تر و اینکه یک روشی رو انتخاب کنی که راحت تر باشه، روش گوگل ادسنس و بیس و پایه و اساس کار گوگل ادسنس رو اول یاد بگیری، بدونی چطوری یک سایت رو به تایید برسونی. وقتی این کار رو انجام دادی، حالا میتونی بعدها از روش دراپ شیپینگ، از روش افیلیت مارکتینگ همونطور که گفتم هم استفاده کنی. پس این دوتا رقیب هم نیستن که شما بخوای که مثلا فقط روی یک روش انجام بدی. میتونن مکمل همدیگه هم باشن. حتی میتونه این کار مکمل فریلنسینگ باشه. اتفاقا خیلی هم بهتره. اگر شما میخوای کار فریلنسینگ انجام بدی، فقط به فکر سایت های آپورک و فریلنسر و فایور نباش. خب توی اون سایت ها بسیار آدمایی هستن که خیلی از سالهای دور رفتن و دارن کار میکنن، رزومه بسیار خوبی دارن و تو داری تو یک فضایی میری که رقابت سنگینه. حالا اگر شما یک سایت داشته باشی و تمرکزت رو ابتدا بذاری روی گوگل ادسنس و وقتی که تونستی از گوگل ادسنس کسب درآمد کنی، دو تا اتفاق میفته. یک، اعتماد به نفست به شدت میره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه تو تونستی کسب درآمد دلاری کنی. حالا اون موقع به این فکر میفتی که چطوری افزایش درآمد پیدا کنی. پس یک، اعتماد به نفست بیشتر میشه. دو، به فکرت میرسه که چطوری افزایش درآمد رو انجام بدی. و یکی از راه‌های افزایش درآمد همین کارهای فریلنسینگ هست. شما یک وبسایت زدی، یک سری مقالات تولید میکنی، به عنوان یک مرجع داری کم کم شناخته میشی. و وقتی به عنوان یک مرجع شناخته میشی، میای خدمات رو هم وارد وبسایتت میکنی و میگی که من این خدمات رو هم ارائه میدم. یعنی به علاوه این که اون ترافیکی که داری از طریق تبلیغات به پول تبدیل میکنی، میتونی یک سری خدمات رو هم ارائه بدی و با کار فریلنسینگ درآمد دلاری بیشتری داشته باشی. حالا همین مثال رو میتونیم برای دراپ شیپینگ بزنیم. مثلا شما یک وبسایت داری، این وبسایت به یک تعداد بازدیدی رسیده، به یک درآمدی رسیده از طریق گوگل ادسنس. حالا میتونی از طریق دراپ شیپینگ یک درآمد بیشتری هم داشته باشی. البته یک سری نکات رو هم باید بدونی که من این نکات رو توی آپدیت نسخه 3 توی آکادمی درآمد دلاری از گوگل ادسنس و تبلیغات گفتم و این آپدیت داره میاد، آماده میشه و به محضر شما عزیزان میرسه. خب یک سوالی پیش میاد و این که چه دانش و مهارت‌های لازمه؟ اولین و مهمترین مهارتی که لازمه دانش زبان انگلیسی، همینطور که گفتم. چون ما توی سایت نمیتونیم یک سایت فارسی داشته باشیم و اگر هم یک روزی تحریم ها برداشته شد، شما میتونی سایت فارسی بزنی، اما سایت فارسی درآمد یک سایت انگلیسی رو نداره. ابداً به اون درآمد نمیرسه. مثلا توی یوتیوب ما از لحاظ زبان فارسی تحریم نیستیم و میتونیم محتوای فارسی تولید کنیم و کسب درآمد دلاری هم داشته باشیم. اما توی یک درآمد یک کانال فارسی حداقل 5 برابر ضعیفتر از یک کانال انگلیسیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما اولا کاربرای فارسی رو که جدیداً یوتیوب شناسایی میکنه 20% تا 30% رو شناسایی میکنه. پس بابت این 30% فعلا که پولی نمیده. حالا اگر هم یک روزی تحریم برداشته شد، ممکنه یه پولی بده که در حد 1-2 سنت، 10 سنت، و در مقابل یک نفری که مثلا توی آمریکا هست و توی انگلیس هست و داره محتوای شما رو میبینه خیلی کمتره. پس شما نباید سایت فارسی در هیچ صورتی بسازید و تمرکز ما وقتی روی درآمد دلاریه و بین المللیه، پس باید به زبان انگلیسی کار کنیم و دانش زبان انگلیسی 100% لازمه.